دیگه که وطنی است دیگه نو برآمده در بازار، جنسش بسیار بالاست. چوب هم میسازن، سنگ زغال هم میسازن، به کبر از دیگه هر شایی که پرتی میسازن. حال بازاری که گرم است بازار ترکی است. ترکیه های خارجی. سلامونه درنو کتونکو، هیله لرم چې تازه او جوړ بوئ. دا د کابل حلبي سازي کوڅه ده، دقیقاً د کوټې سنګي په ساحه کې ده. د ژمي په پایل سره د دې کوڅې رش او ګرمي ډیره وي. تاسو دا ویډیوګانې وګورئ. کابل بازارونه اوس له رنګ بخاریو ډک دي. ترکي، وطني ترکي او خپله وطني. تاسو راشئ چې وګورو کومې نوې راغلې او د زړو بازار څه رقم دی. بخاری لالایم کس هم نان پخته میشن، هم چوب میسازن، هر شایی که بود. اینی باز بخاری چوبی است، اینی هم بخاری چوبی، سنگ زغال هم میسازن، هر شایی که بسازنی. یا مدلای نو جور شده دیگه. اینی که از ساخت وطن است. ده این چپاتاوه است دیگه، نانای چپاتی پخته میشه ده این تاویش. اتاق هم صحیح گرم میکنه؟ خوب صحیح گرم میکنه. هم غل ساخته میشه، هم هر شایی که پرتی میسازه دیگه. قیمت چی رقم است؟ قیمت های زیاد نه، 1600 1700 نه دیگه. تو بازار زور میاد نظر دیگه بخوری. یه از آن تر است. و اونو بخاری گوریاره است. بخاری های ترکی زیاد فروخته میشه دیگه، وطنی قدر فروشات ندارن. شما چند نوع بخاری دارید؟ ما زغالی دیگه، چوبی است، بخاری امام است، یک چهار رقم میشه، تیلی است. حال زغال زیاد فروخته میشه،
چوبی زغالی را یک ذره زیادترک میخره دیگه. کدام؟ زغال سنگ. زغالسنگ. آه. خب عوام زیاد خراب بده چرا زیاد فروختن میشن؟ والا دیگه او یک ذره اقتصادی برای مردم تمام میشه به او خاطر چوب قیمت است نه به او خاطر. چوب قیمت شده. بله. نرخ‌های بخاری بالا رفته. نرخ‌های بخاری قبول نرفته دیگه. مردم نمیخره بخاطر که چوب قیمت است. بله. تیلی با چه رقم است؟ تیل خود زیاد قیمت نیست. تیلی را دیگه کس نمیخره. بازارش ضعیف است. شما بخاری برای ما تشریح کنید کدام بخاری است شما؟ از ما خیلی بخاری هست لالای گل. اینی است. اینمی هم چوب میسازم سنگ زغال لیش میسازم. آه دیگه. قیمتش؟ قیمت از اینا 2000 من. تا چند روز جور میکنید؟ یک دانه از یک روز میره دیگه. چند باز که میبودی چند تا نال برش میدی؟ اور دیگه نظر به مشتری سر چقدر نال گرفت دیگه. دیزلی داری خیلی؟ دیزلی نه. مشتری میگه دیزلی ها؟ این نال که هست مربوطی بخاری میشه یا یک تا میتنی یا نه هیچ نمیتنی؟ یا علایدگی است. علایدگی سبب میشه. بعد دوستم باز نمیتین؟ کل چیزش علایده دیگه کدام بخاری هست؟ از ما خیلی یک شیب مانده برای فعلا دیگه نمونده دیگه. ترکیه از لالا بعضا قسم است که خودش ترکی است یکی باز وطنیش برآمده کنی حال فعلا خوب از وطنی و ترکی هر دوش یک قسم است که خود تفاوت نمیکنه یک 20% تفاوت کنه زیاد نمیکنه این شیپایی رو که میبینید شما ترکی است دیگه مکمل اینی کمپانی های المیتا است اینی کمپانی ازمیر است اینی به نام ترکمارک است اینیش به نام افسی است اونیش به نام دوغوش است کمپانی های زیاد است مختلف است دیگه کمپانی تا کمپانی است با جنساش ترکی اصلی است به خیامت و زمانت اون باز اینیگه کارو میبینی اینی شیپا وطنی است اینیگه کم وطنی است امی گردکا وطنی است هیچ هم وطنی است اونو پاهان هم وطنی است پایین خب باز چارکنج است چارکنج است بله چارکنج است خب مقصد وطنی بسیار بالا است سر زیر شدن کار شده سنسکاش بالا است سنسای هست که همیال که ترکی تفاوت نمیکنه بسیار یک چیزه که ناچیز تفاوت کنه باز خریدش هم خوب است بد نیست دیگه نسبت به ترکی چری هم داری؟ چری هم داریم اینی که چریش هست که چری که قیمتش میبره 16000 باز دیگه است 15000 14000 17000 دیگه چری این چری رو که میبینی قیمتش میبره تا 16000 جنساش ترکی اصلی است برای زمانت اما تو زمانت صحیح برشان میکنه مرکز که بخره باز اینی پیش بین شما اینی که کام است اینی هم وطنی است اینی شیپایه اینی شیپا کام وطنی است اینی شیپای دیگه هم وطنی است دیگه که وطنی است دیگه نو برآمده در بازار جنسش بسیار بالا است این کس که وطنی است کمپانی صبح است که جنسه که شما ترکی است وطنی است ترکی وطنی میگندش خب این داخلش مکمل چودن کار شده جنسش همونو با زمانت است که با دلت کش نکرد سوخ نکرد با دلشان بخی پس بیارندش برمون این ساخت همی خود افغانستان است پیش گفتیم که وطنی ترکی و اصلی ترکی کم فرق داره فرق چی است؟ فرق نمیکنه که خود فرق زیاد کنه یک بسیاری ترکی وطنیش که است نصف چیزش هموجه جور میشه باز یک بسته‌بندی از اینجا میشه بسیاری مردم میگن وطنی خالص یا ترکی خالص خب نیست هم ترکی وطنی است
ترکی وطنی یعنی اینجا جور نمیشه کلگی اینجا جور نمیشه اینی گردا همیشه کلش جور میشه باز این چهارگوشا کاسته دیگه نصف کارش همیشه میشه نصفش در اوجا میشه در ترکیه میشه که صرف یک بسته بندیش میکنن شرکت هاست دیگه مختلف هست نام مونده که وطنی ترکی نام مونده وطنی ترکی کامیاب مردم میال 10 سال 15 سالش استفاده میکنه لالا جنسایش هست که از ترکی که سوخت بالا داره امسال شکر 80% ما وطنی خودم ما رو فروختیم یک 20% اگر ترکی فروخته باشیم ترکی باز یک ذره اصلی ترکی قیمت چی هست بالا قیمت بالاترین قیمت چی قیمتترین بالاترینش هست بخاریش می 12000 کنوجو کمپانی المیتا است نه بخاریش هم قیمتش از 12000 است 11000 است 9000 است 10000 است رقم وطنی باز 7000 است 7500 است 6000 است 5000 است نی وطنیگه کسی قیمتش 11000 میه دیگه وطنی هم مختلف است لالا این دیگه جنسایش باز بخیمت و زمانت است که با مدلتشان کش نکد از مشتری ما سوخت سعی نکد خوب پانه را گرم نکد بشیدیم پاس داریم بخاری دیزلیست چوب زغال چیزام جور میتونیم این فعلا که جور میکنیم بخاری دیزل است دیزل است تیل دیزل است دیزلی مال فروخته میشه چرا نه فروخته میشه خوب صحیح بازارش مثل ترکی ولی است یا نه بازارش که ترکی نیست ترکی ولی نیست در حساب خوبتر است نسبت از این مایوی که مثل ترکی ولی فروخته میشه یا کم است کمتر است از ترکی کنه قیمتاش به چه رقم است قیمتاش میاد در خانه 1500 1600 1400 فرق میکنه در فرق نکنه حالش چی برای جور میکنید این دوله داخلش است حساب که تیل داخلش میره فهمیده این باز ماشین میشه پرده میخوره کارای از این هنوز مانده بخاری را چند روز جور میشه یک بخاریش یک روز کمتر میره روزی چند تا جور میکنید والا روزی 2 دانه 3 دانه شاید شوام حالی کدام بخاری زیاد فروش داره با شما معلوم میشن حالی بخاری سنگ زغال چون چوب قیمت است چوب قیمت است ترکی وطنی که یا اصل ترکی نه وطنی زیاد در مردم زیاد همیشه این چرا ارزان است یا خوب جور کرده مردم ارزان هم است ارزان است خیلی مردم واسه توانش نمیرسه که ترکی حساب بخره همین وطنی میخره سنگ زغال مقصد آتش شو برش چوبی چون که در حساب چوب قیمت است چوبی نمیخره حالی که زیاد فروش داره خواهد زیاد خراب کرده شما رو خود میبینید خراب کرده دیگه مردم چاره نداره حساب دیگه سنگ زغال آتش نکنه از آتش نکنه چی آتش کنه دیگه چوب قیمت اساس مردم نمیرسه مردم چی میگه چنه میزنه نمیزنه مردم که چنه میزنه به چنه سودا نمیشه میگه حالات اقتصادی خراب است چی رقم است دیگه مردم که زیاد چنه میزنه خیر شما این جور که ما اینجا هستم سیست مشکل نداره